شما ذهنتان نیستید. بزرگترین مانع در راه روشنبینی. در واقع روشنبینی چیست؟ 30 سال بود که فقیری در کنار جاده‌ای نشسته بود. روزی غریبه‌ای از آنجا می‌گذشت. فقیر همانطور که کاسه گدایی‌اش را پیش می‌برد زیر لب می‌گفت به من مسکین کمک کنید. غریبه گفت چیزی ندارم که به تو بدهم. سپس ادامه داد آن چیز که رویش نشسته‌ای. فقیر پاسخ داد چیزی نیست جز جعبه‌ای کهنه که سالیان سال رویش نشسته‌ام. غریبه پرسید آیا هرگز به درون آن نگاه کرده ای؟ فقیر در پاسخ گفت خیر. فایده این کار چیست؟ چیزی درون آن نیست. غریبه اصرار کرد که نگاهی به درون جعبه بیاندازد. فقیر توانست از شکاف جعبه نظری به درون آن بیاندازد و با شگفتی و ناباوری دید که درون جعبه پر از طلاست. و من آن غریبه‌ای هستم که چیزی ندارد به شما بدهد. تنها از شما می‌خواهد که نظری به درون بیاندازید. نه درون جعبه‌ای که در این داستان به آن اشاره شد، بلکه جایی بس نزدیکتر، درون خودتان. میشنوم که میگویید اما من آن مرد فقیر نیستم. کسانی که به ثروت راستینشان یعنی شادمانی درخشان همراه با آرامشی ژرف و استوار دست نیافتند، حتی اگر از ثروت مادی بسیاری برخوردار باشند باز هم فقیر هستند. آنها در درون خود تکه‌پاره‌هایی از لذت یا خوشنودی را برای دستیابی به اعتبار، امنیت و عشق می‌جویند، در حالی که در درون از گنجینه‌ای برخوردارند که نه تنها تمامی اینها بلکه چیزی بی نهایت عظیمتر از آنچه را در جهان می‌تواند به آنها عرضه کند در بر دارند. روشنبینی بازیافتن آگاهی بودن و به سر بردن در آن حالت احساس ادراک است. هنگامی که از بودن صحبت می‌کنی آیا منظورت پروردگار است؟ اگر چنین است پس چرا نمیگویی پروردگار؟